مؤلف رحمه الله تعالی قسمت دیگری از نوعهای عبادت رو برای ما بیان می‌نماید. می‌فرماید و دلیل الرجاء، رجاء امیدواری می شود و دلیل آن که رجاء یعنی امیدوار بودن، امیدواری این عبادت است و صرف آن در غیر الله سبحانه و تعالی جایز و روا نیست و صرف کردن آن به غیر الله سبحانه و تعالی شرک حساب می شود. رجاء یعنی که امید بستن، امید داشتن که نوعی از نوعهای عبادت است که با دلیل قرآن ثابت شده است که این امیدوار بودن، امید بستن این عبادت است و صرف آن در غیر الله سبحانه و تعالی جایز نیست و صرف آن در غیر الله سبحانه و تعالی شرک حساب می شود. قول الله سبحانه و تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، هر کسی که امیدی لقا و واخوری پروردگار دارد، هر کسی که امید لقا و واخوری با پروردگار دارد، فلیعمل عملا صالحا، پس حتما باید عمل صالح را انجام بدهد. شرط اول چیز، کسی که امیدی واخوری با پروردگار، لقای پروردگار دارد، پس البته که باید عمل صالح انجام بدهد. در دوام چی فرمود؟ ولا یشرک بعبادت ربه احدا، و در عبادت الله کسی را شریک قرار ندهد. فمن کان یرجو یعنی امید و طمع دارد که با پروردگار وا میخورد، که هر یک مؤمنا این امید رو داریم، اما نه تنها امید خالی برای انسان فایده نمیدهد. عمل شرط مهم است. فلیعمل عملا صالحا، الله سبحانه و تعالی فرمود فلیعمل عملا صالحا. امیدی خالی برای انسان فایده نمیدهد، آرزوی خالی برای انسان منفعت نمیبخشد، بلکه باید برای آن تلاش نماید، برای با هدف رسیدن باید تلاش نماید. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح و شایسته انجام بدهد. چون در این زمان ما و شمایان آدمان دل صاف بسیار شدگیان. دلم صاف شده است، میگه دلم صاف باشد، میگه نه نماز است، نه روزه است، نه حج است، نه زکات است، هیچ کار انجام نمیدهد، هر عملهای بد را انجام میدهد. با میگه که چیز اگر وارد نسکت میگه دلم صاف باشد. الله چی فرمود؟ کسی که امید رحمت الله را دارد، امید ثواب او را در روز قیامت دارد، فلیعمل عملا صالحا، پس عمل صالح انجام بدهد. پس انا همین امیدواری، امید بستن تنها با عمل صالح پذیرفته می شود. پس کسی که امیدی پاداش الله را دارد و امید دارد که الله او را عذاب نمیدهد، داخل جهنم قرار نمیدهد، پس باید عمل صالح انجام بدهد. پس این لقای پروردگار لقای خاص است بر مؤمنان که الله با این لقا با پروردگار در روز قیامت از آنها راضی میگردد و بر آنها نعمت‌های از جانب الله سبحانه و تعالی داده می شود. اما با سبب چیز؟ با سبب فلیعمل عملا صالحا در دام آیات، پس عمل صالح انجام بدهد. پس امید انسان، امید بستن انسان با چی قبول میشد است؟ با عمل صالح. فهمو؟ با عمل صالح. یرجو امید بسته است، ترس عذاب الله سبحانه و تعالی دارد، امید رحمت او را دارد، لقاء ربش، مقصد دیدار مخصوص مؤمنان با پروردگارشان روز قیامت. معنی آن را دارد که الله سبحانه و تعالی ثواب اعمالی که انجام میدهد با امید رحمت او هست، از عذاب او سبحانه و تعالی میترسد، با دیدار او و لذت دیدار او سبحانه و تعالی. لقا گفت معنیش دیدن است، واخوری با پروردگار مؤمنان در روز قیامت در جنت. با چی می شود؟ فلیعمل عملا صالحا، با دوام آیت می شود، پس عمل صالح انجام بدهد. پس هر کی امید دارد باید عمل انجام بدهد، عمل صالح انجام بدهد، چون عمل طالع عمل بد هم هست، پس باید عمل رو نیک انجام بدهد، عملا صالحا. و انا همین عمل صالحی که انسان انجام میدهد، عمل نیک که انجام میدهد، با دو شرط در نزد الله سبحانه و تعالی قبول میشود، با دو شرط اساسی در نزد الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. یکم خالصانه از برای الله سبحانه و تعالی باشد، تنها از برای او باشد، نه از برای کسی. دوم انا همین عملی که انجام میدهد مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. اگر سنت پیامبر مخالفت نمود، او عمل صالح نیست و پذیرفته نمیشود. از بدعت های روی گردان باشد، از ریاکاری روی گردان باشد. در دوام چی فرمود؟ در دوام آیت ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اینجا با نقطه خیلی مهمی هست. و در عبادت الله کسی واسه را شریک قرار ندهد. لا نهی کده شده است، لا یشرک بانای حرام است، نه که با الله کسی را شریک قرار ندهد. در شرک اکبر واقع نشود، نه در شرک اکبر، نه در شرک خرد و نه در شرک پنهان. در عبادت الله که با همراهی الله کسی را شریک قرار ندهی. احداً هیچ کسی را، نه ملائکه مقرب درگاه الله را، نه نبی را، نه فرشته را، نه ملائکه را، نه هیچ کسی را با الله قرار ندهی شریک. به عبادت ربه. بارک الله فیکم. پس اول امیدوار بودن، امید رحمت الله کردن، پس عمل صالح انجام دادن و با عمل صالح
کسی وسیله را شریک قرار ندادن، که اخلاص را از برای الله انجام دادن و این عمل را مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و انجام دادن. پس این است که در این حالت انسان رستگار میگردد، نجات میبرد. امید درست نمیشود مگر با عمل صالح. برای چی؟ فلیعمل عمل صالح، عمل صالح انجام میدهد. دوم چی گفت؟ عمل صالح شرط دارد. یکم اخلاص از برای الله باشد، دوم مطابقت پیامبر صلی الله علیه و باشد. گفته او هر نوع شرک، چی بزرگ باشد، چی خرد باشد، چی خفی باشد، اگر در عبادت داخل شد و مخته شد، نوع اندک یا که بزرگ باشد، پس این عبادت رو فاسد میکند و عمل انسان را از بین میبرد و دین انسان را برباد میدهد. خلاصه هر کسی که امید رحمت الله دارد عمل صالح انجام میدهد. آرزوهای خالی انسان را بر جنت نمیرساند. آرزوها با عمل صالح پیوست بگردند. در این هنگام عمل صالح همچنین با اخلاص باشد، در آن شرک نباشد و مطابقت پیامبر صلی الله علیه و سلم.